تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات. این لا تحسبن در شبیه این آیه در سوره بقره هم هست، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. لکن تأکیدی که در این آیه شریفه هست تأکید خیلی واضحی است، یعنی خیلی مؤکد بیان میکنه. اولا با فعل حسبه حتی تصور نکنید، به ذهنتون خطور ندید که شهدا مرده هستند، حتی به ذهنتون خطور ندید. اونم با نون تأکید و احیا، زندن. نوع زندگی اینها رو خدای متعال برای ما شرح نداده که چگونه است، لکن احیان عند ربهم، در حریم ربوبیت هم، در حریم الوهیت قرار دارن. این بالاتر از این حرفایی است که ما در باب زنده بودن به عقلمون میرسه.